اول چیزی که فردا روز قیامت از بنده سوال میشود همین نماز ای تمام عبادت ها اول ای نماز میپرسند فإن صلحت فقط افلح و انجح اگر از این امتحان نماز که گذشتی با یقین بفهم که انشالله رستگار میشه آدمی که نماز را ترک نکنه هرگز روزش را ترک نمیکنه بی عذر آدمی که حقیقتا صدقا نماز میخونه وقتی خدای تعالی مالش داد زکات مالش میپردازه همش هم با نماز وابسته ایده اصلا همین آدم نماز راست میکنه اگر به شرطی که از امتحان نماز نگذشتی وای به حالت که دیگه همه او پرسیشو بعد ایوخی اینا من مثلا پروپوس که روزه دارم پروپوس که زکات دارم پروپوس که حج دارم اوقی وقتی پروپوس که نماز ندارم ایو دروازه که نگذشتم ایوجا سرکلپا میام در دوزخ میغلطم پیوسته رخی نمازخوان گلگون است رویش همه نور طالعش مقرون است آن کس که نمیگذارد این 5 نماز شوم است پلید نوکس و ملعون است خدا را شکر این دفع شمارت و خیلی زیادتره که الحمدلله اگه تصور کنه که شما خدا برکت بده رئیسا را عجب رئیسای مؤمن و مسلمانان تمام شرایط امکانات دادیان رخصت هستی شما جماعت کنه به خدا قسم انم ثواب مسجد میگیری شاید این مسجد از زیادتر ثواب ان شاء الله همین نماز سعی کنه که ترک نکنه همولی حاجی سید اسرار را معرفی کرده پیش آدم ده که انا بابای حاجی کران ده کار میکنه ما یک قصه کرده بودم کم کم با تعجب نگاه کرده که همون نباشه که گفتم این اون کس نیست یک صحبت اون گفتگیم که یک کرانفشی سوال داد گفت داملو ما هم کران هر بار ای باشی کران میفرام و میبرم بخی دام بالا تیمم میکنم نماز ما با ایمام اشاره میخونم من گفتم اگر یکی میزک بگیره هم جمع پرونی گفت نه خون آباد برای هم میزک میفروی توالت میرای اوخی نگون نماز همین قدر موقعیت نداشته باشه همین قدر مهم نباشه که برای نماز نخوندی خاک خدا برکت بده حاجی مورا این درام بالا جای نمازخونی رم داشته است با رکوع و سجده و خشوع به حالش سعی کنه همین نمازتون بخونه شما ان شاء الله اکل لقمه حلال بخیره شما ای کسب خودتون بخیره با خدا قسم طاعت عبادت پروردگار کنه هیچ جای شک نیست خداوند فردا روز قیامت همراه پیغمبرا حشر تو میکنه ان شاء الله همراه صدیقا حشر میکنه همراه شهدا و صلحا حشر میکنه خدا برکت